شاه هرات یوحنای تعمیدگر را به زندان انداخت، زیرا او شاه را برای به زن برادر خود ازدواج کردن ملامت نموده بود. یکی از شاگردان یوحنا به زندان آمد و قصه عیسی را بگفت. خب چون به دروازه شهر نوین رسیدیم، جنازه را دیدیم. پسر یگانه بیوزنی مرده بود. عیسی این را بدید و دلری شد. نزدیکی تابوت آمد و لمس کرد و گفت برخیز ای جوان. جوان احیا شد و عیسی او را به مادرش بداد. باز پرس از او، تو مگر آن نیستی که همان نگرانش هستیم و یا دیگری منظوری ما می شود؟ استاد، استاد، ما فرستادگان یوحناییم. تو مگر آن نیستی که نگرانش هستیم یا دیگری منظور ما می شود؟ هرچه دیدی و شنیدی برو و بگویش. کوران بینا شدند، مسلوکان شفا یافتند، فرهمندند آنان که به من شک نآورند.